درود خدمت همراهان عزیز مجموعه آوای بوف. یه معرفی کوتاهی داشته باشیم در مورد کتابی که به تازگی از مجموعه آوای بوف منتشر شده. نام این کتاب زن، زندگی، آزادی هستش و همینطور که از اسم این کتاب پیداست در مورد انقلابی صحبت میکنه که اخیراً در ایران به وقوع پیوست. نویسنده این کتاب آقای کسری فرمنش و تعداد صفحات این کتاب 167 صفحه هستش. نویسنده کتاب به مفاهیم بنیادین این انقلاب میپردازه که به نظر من یکی از نیازهای روز جامعه ما هست. هر کسی میتونه از این کتاب نکته‌هایی رو دریافت کنه و برای ادامه مسیر این انقلاب بتونه ازش استفاده کنه. همونطور که خود نویسنده در مقدمه این کتاب گفتن که این نوشتار تحلیلی تئوریک هستش از انقلاب زن، زندگی، آزادی. توصیفی از فرم و محتوای قیام ایرانیان در مقابل رژیمی که جهل و جنون رو نمایندگی میکنه. سیستم سیاسی و دینی که بر اساس باورهای ایدئولوژیک مردم کشوری رو در قفس مرزکشی‌های بیمارگونه خودش زندانی کرده. شرحی است بر اهداف مبارزه جوانانی که از جنس آینده اند، نسلی که از فردا آمده اند. زن، زندگی، آزادی اعلام یک نهی تاریخی و رسا در برابر فرهنگ سرکوب سیاسی و مذهبی است که از گذشته تا حال مانع رشد و توسعه جامعه ایران بوده. مبارزه مردمی علیه اهریمنان واپسگرا و متحجری که مردمان سرزمینی رو گروگان اوهام و منافع فرقه و گروه خودشون کردن. مطمئناً این انقلاب ادامه داره و این انقلاب از شور انقلابی تبدیل شده به یک سری فعالیت‌های دیگه‌ای که در آینده نتیجه خواهد داد یا در مسیرهای دیگه این مبارزه تا رسیدن به اهداف اصلی همچنان ادامه خواهد داشت. و در نهایت خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و با معرفی این کتاب با من همراه بودین. فایل PDF و صوتی کتاب در پلتفرم‌های مختلف مجموعه آوای بوف قرار گرفته، هم در یوتیوب، هم سایت و تلگرام برای علاقه‌مندان قابل دسترس هست. نظراتتون رو حتما برای بالا بردن کیفیت کتاب‌ها با ما در میون بذارید. شما رو دعوت می‌کنم به خوندن و یا شنیدن این کتاب. سخن ناشر. در تاریخ پرفراز و نشیب تقابل خیر و شر در سپهر سیاسی اجتماعی و مبارزات مدنی و حق طلبانه ایرانیان همواره فرصت‌هایی پیش آمده تا مردم جوهره و ماهیت آزادی خواهانیشان را به نمایش و تصویر بکشند. هر زمان با خواسته ای پیشرو و آوانگارد در مقابل حاکمان و ستمپیشگان ایستاده اند و آرمانها و حقوق به حقشان را فریاد زده اند. از سینه هایی که برای دموکراسی نوپای مشروطه سپر شدند تا امروز که سراپای جامعه ایران را شوق اشراف بر سرنوشت خود در تمام ابعاد زندگی را فریاد میزنند، بیشمار جانها پرپر شده تا خواست مردم به شعار مدرن زن، زندگی، آزادی برسد. شعار جنبشی که با تمرکز بر مجموع خواستها و فریادهای مردم ایران در تحقق رفع تبعیضها و دشمنیهای جنسیتی علیه نابودگران و مرگسواران و قاتلان زندگی و مخالفت قاطع با به بند کشندگان و محبوس کنندگان آزادی بنا گردید. جنبشی که در قالب هیچ سیاست، ایدئولوژی، مکتب، مذهب و مرام خاصی قرار نگرفته و با چتر گسترده اش تمامی جنبه‌های انسانیت و انسان را در بر می‌گیرد. این انقلاب با توجه به نام و هدفش به تمام معنی در طول تاریخ و تا زمانی که ظلم بر جنسیت، مصادره زندگی و حریم خصوصی و عمومی افراد و تا رفع کامل محدودیت‌های آزادی و کرامت انسانی ادامه داشته و جاری خواهد بود.
شیوه هایی که در این جنبش توسط مبارزان، هنرمندان، فعالان و تمامی مردم در کف خیابان، دانشگاه‌ها، مدارس، بازار و نقطه به نقطه کشور اجرا و به کار گرفته شد، شیوه و تئوری‌های براندازی را باز تعریف کرد. تئوری و طرحی دیگر بر پیکری مبارزات متحد مردم بر علیه دیکتاتوری تا دندان مسلح را به اجرا درآورد. گویی هر کسی با هر آنچه که بلد بود و هر امکانی که در دسترس داشت می‌خواست سهمی در پیشبرد این انقلاب ایفا کند. جنبشی که پس لرزه‌ها و تأثیرات آن نه تنها در ادامه مبارزه با این حکومت قرون وسطایی بلکه در جریان‌های فکری و مبارزاتی نسل‌ها و حکومت‌های آینده هم به عنوان الگو و نقشه راهی قدرتمند استفاده خواهد شد. و این گونه است که این تب و تاب هرگز فرو نخواهد نشست و تا آخرین مقصد تعالی انسان خوشبخت پایدار و پابرجا خواهد بود. در این بین هر کسی با هر عقیده و مرامی، با هر ابزار و امکانی وظیفه دارد تا نقش خود را در ادامه مسیر ایفا کند. ضمن احترام به تمامی آنان که از جان و مال و آسایش خود در این مسیر برای تحقق آرمان‌هایشان گذشتند، نشر کتاب حاضر و رساندن آن به دست مخاطبانش قدمی کوچک اما بسیار مهم در معرفی و ثبت یکی از زوایای ارجمند و بخشی گرانمایه از این انقلاب بزرگ است. قدم‌هایی که امروز برای این جنبش برداشته می شود شاید متفاوت از فعالیت‌های عادی در اوج انقلاب باشد، اما قطعاً زمینه و نیاز و مواد لازم برای مراحل بعدی آن را به سرسازی خواهد کرد. قاسم قرداغی، نشر آوای بوف. زن، زندگی، آزادی. اثر کسری فرمنش. راوی نسیم. امور فنی و انتشار قاسم قرداغی. انتشارات آوای بوف. سال انتشار 1402. تعداد صفحات 167 صفحه. AvayaBooth.com